سلام دوستان و عزیزان علاقه‌مند. امروز میخوایم با همدیگه برندی رو بررسی کنیم که ما اون رو با عطرها و عینک‌های آفتابیش میشناسیم. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید تا 4 عاملی که باعث تحریک علاقه‌مندان برند پرادا رو میشه با هم بررسی کنیم. برند پرادا در سال 1913 توسط دو برادر به نام ماریو و مارتینو در میلان راه اندازی شد و فروشگاهی به نام برادران پرادا تأسیس کردند. در این فروشگاه کیف‌های دستی، لوازم مسافرتی، چمدان‌های صندوقی تولید و عرضه و بیشتر اون هم به انگلستان صادر می‌کردند. سبک‌های لباس برند پرادا کلاسیک و مدرن. برند پرادا برای زنان، مردان طراحی شده. شامل پالتو، کت، دامن، لباس شب، تاپ، شلوارها و اکسسوری‌هایی که طرفداران اونها جوانان و نوجوانانند. برای افرادی که به دنبال طراحی‌های منحصر به فرد، شیک، مدرن و جذابند، برند پرادا انتخاب مهمیه. رنگ‌های اصلی برند پرادا سیاه و نقره‌ای و از رنگ‌هایی مانند قرمز، صورتی، آبی، طوسی، سفید و بنفشم استفاده میشه. برند پرادا هیچ نماد خاصی به هر یک از رنگ‌ها اختصاص نداره و هر رنگ در محصولات پرادا به عنوان یک جزء از طراحی و استایل محصولم استفاده و شناخته میشه. هدف اصلی از این رنگ بیشتر جلب توجه، ایجاد هماهنگی با سایر عناصر. رنگ‌ها با توجه به روند مد و طراحی فصل تغییر می‌کنند. مشتریان برند پرادا از افراد مشهور جهانند و محصولات رو به کشورهایی مانند ترکیه، رومانی، چین، ویتنام تولید و عرضه میشه. لوگوی برند پرادا مثلثی شکل فونت اون ترکیبی از نازک و ضخیمی و حرف پی و آ به صورت بزرگ نمایش داده میشه. لوگوی برند پرادا در معماری صنعتی و طراحی شیشه‌های نئون قدیمی الهام گرفته. لوگوی برند به عنوان نمادی از شیک‌ترین و لوکس‌ترین برندهای مد در دنیا شناخته شده. در بسیاری از محصولات و تبلیغات از اون استفاده میشه و رنگ‌های لوگوی برند پرادا سیاه و نقره‌ایه. از رنگ‌های دیگر هم بنا به زمان استفاده میکنه. بریم با هم دیگه عواملی رو که باعث تحریک علاقه‌مندان این برند میشه رو مورد بررسی قرار بدیم. 1. طراحی خلاقانشه. اگر بخوایم این مدل رو خوب مورد توجه قرار بدیم، میتونیم جرأت و جسارت و جذابیت رو در این محصولات مشاهده کنیم و همین هم عامل اصلی انتخاب علاقه‌مندان این برنده. دومین عامل کیفیت بالا. از مواد منقول و با کیفیت بالا استفاده میکنه. محصولات رو تولید و با قیمت بیشتری به فروش میرسونه. مدل های لوکس با ظاهری شیک و مجلسی استفاده میشه. اگر به لباس ها و لوازم جانبی متفاوت و استثنایی با قیمت بالا هم علاقه داریم، این برند میتونه انتخاب خوبی برای علاقه‌مندان باشه. 4مین عامل شهرت و رسمیته. اگر بخوایم از محصولات با برندهای معتبر و شهرت جهانی رو مورد انتخاب قرار بدیم، میتونیم اولین انتخابمون رو برند پرادا باشه. برند پرادا برای علاقه‌مندانش جذابیت منحصر به فردی داره و باید به این نکته توجه کنیم. علاقه به یک برند نسبیه، به سلیقه و مراحل زندگی شما بستگی داره. اگر میخوام
در مورد برندهای دیگه آگاهی داشته باشین با ما در ویدیوهای بعدی هم باشید.